من همیشه رشت رو توی فیلم ها دیده بودم، فیلم های دهه 70. یه شهر بارونی با هوای قشنگ، آدمای دوست داشتنی با اون لهجه شیرینشون و از همه مهمتر غذاهای خوشمزه‌شون. اما تصمیم گرفتیم رشت رو از فیلم ها در بیاریم و یه روز بریم از نزدیک زندگیش کنیم. قبل از اینکه به رشت برسیم یه روز کامل توی جنگل موندیم، قدم زدیم، نفس کشیدیم و شب رو تا تقریبا صبح بازی کردیم و با همدیگه حرف زدیم و روز بعد رفتیم سراغ رشت. همین که نزدیک میدون شهرداری شدیم من این کتاب فروشی رو دیدم. انگار از دل قصه ها اومده بود بیرون. هر چیزی رو پیدا می کردی، همه چیز دست دوم بود و خیلی زیبا بود. و بعد رفتیم سراغ میدون. توی کوچه پس کوچه ها قدم زدیم، چای خوردیم، قدم زدیم، چای خوردیم، قدم زدیم، چای خوردیم و انگار توی رشت زندگی آرومتر میگذره. و تموم. یک روز رو هم توی رشت زندگی کردیم.